سلام دوستای عزیز و نازنین، در ویدیو برای شما طریقه راحت ترین و آسان ترین دکمه سابسکرایب را در انشاد برای شما آموزش میدم. یعنی خیلی راحت است. قبل از اینکه شما بخواید برای خودتون دکمه سابسکرایب حرفه‌ای یا شخصی بسازین و از طریق هم شما میتونید کارتون پیش ببرین. چطوری چگونه یعنی ما براتون توضیح میدم. خب ببینید دوستای عزیز، ما فعلا روی برنامه انشاد قرار دارم. برنامه انشاد باز کرده و در قسمت عکس نوشته است ویدیو نشسته و چیزی دیگه قسمت دیگه است. ما چیکار میکنیم؟ میخوایم در روی ویدیو خود چیکار کنیم؟ علامت سابسکرایب بگذاریم که آسان ترین طریقش رو ما برای شما فعلا میگم. روی ویدیو کلیک میکنیم. اینجا ببینید یک پروژه باز کردگی دارم، روی کلیک میکنم. یک دفعه ویدیو رو من صداش اینجا پخش کنم که مزاحمت نشه برای شما. پخش میکنم. ببینید قسمت صدای رو پخش کردم. یک دفعه کلیک کنم. پس لطفا نموده به خاطر حمایت کردن از ما چینل ما را سابسکرایب. این وقت دکمه سابسکرایب که گرفتم. خب یعنی وقت دکمه سابسکرایب، یعنی وقت دکمه نام سابسکرایب که گرفتم چیکار میکنم؟ در اینجا ما نیاز داریم که چی هست؟ یک دانه یک چیزی باشه که مثل سابسکرایب باشه. خب مثل همون دکمه سابسکرایب شخصی باشه. خب چیکار میکنیم؟ در قسمت میایم، در قسمت روی تیر پیدا میکنیم، متن کست پیدا میکنیم. در اینجا برچسب کلیک کردیم. ببینین بعد از این باز این قسمت ها میایم، در قسمت ببینین اینجا نوشته است انگلیسی سابسکرایب و اونجا تیک مارک کشم است اینجا. خب اینو ببینین مارکا کشم است و حتی دکمه لایک هم هست که میتونید شما دکمه لایک هم بگذارین در قسمت ویدیو. در این قسمت خب ما چیکار کردیم؟ الان اون دو تا را گرفتیم. ببینین بخشین این در این قسمت این در این قسمت ایرام در قسمت میگذاریم و را در قسمت میگذاریم. ببینین جابجایی کردیم. الان در ویدیو رو دوباره پلی میگیم. پس لطفا نموده به خاطر حمایت کردن از ما چینل ما را سابسکرایب، همون دکمه مشترک شدن روش. پس لطفا نموده به خاطر حمایت کردن از ما چینل ما را سابسکرایب، همون دکمه مشترک شدن روش بزنین. یعنی دکمه مشترک شدن یا همون سابسکرایب ما جور کردیم. الان چی نیاز داریم در پالیازی؟ دوباره چینل ما را سابسکرایب. یعنی دوباره در پالیازی چی نیاز داریم؟ نیاز به نام ما داریم. اسم چینل ما، اسم چینل یوتیوب ما اشکان یوتیوبر است. شما هر چیزی که باشه. این ویدیو به خاطر این ویدیو خصوصا برای یوتیوبرای تازه کار خیلی راحت میشه، چون اونایی که تایی که بخواین یاد بگیرن، تایی که برای خودشون درست کردن دکمه سابسکرایب شخصی یاد بگیرن خیلی طول میکشه و با این طریقه خیلی شما راحت زود میتونین که برای مخاطب ایرا برسونین که چینل شما رو سابسکرایب کنه. یعنی ببینید دوستای عزیز و نازنین، خب در اینجا ما قسمت سابسکرایب خود درست کردیم. ببینین پس لطفا نموده به خاطر حمایت کردن از ما چینل ما را سابسکرایب کن. یعنی دکمه سابسکرایب هم هست، دکمه اون نوتیفیکیشن هم اعلانش هم هست و بالا اسم چینل ما هست. همون دکمه مشترک شدن روش بزنین و در قسمت ما میتونیم این لایک هم اضافه کنیم. مثلا بگم اگه ویدیو ما را لایک کنیم، در لایک هم میتونیم اضافه بکنیم که خیلی خوب است. روی لایک بزنیم. وقتی روی لایک کلیک کردیم دیگه میتونیم میره به شکل هم درست کنیم. ببینیم یعنی به شکل هم درست کنیم. و زنگوله آگاهی که دوباره میاریم. پس لطفا نموده به خاطر حمایت کردن از ما چینل ما را سابسکرایب کن، همون دکمه مشترک شدن روش بزنین. اینا دوستای عزیز و نازنین، به همین طریق شما میتونید توسط برنامه انشاد کار انجام بدین و برای مخاطبتون بفهمونین که چینل شما را سابسکرایب کنه و میتونین اون اسم چینل یوتیوبتون همراه با دکمه سابسکرایب و اون دکمه نوتیفیکیشن یا اعلانی که هست یعنی میتونین درست کنین، نصب کنین برای ویدیوهاتون تا اینکه مخاطبین به ذهنش بگنجه و تا اینکه به ذهن مخاطبین بیاید و چینل شما را سابسکرایب کنه. خب دوستای عزیز و نازنین، این بود ویدیو امروزی. تا ویدیو بعد شما رو به خداوند کریم میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. خداحافظتان دوستای عزیز.